آقای یگید منتظر جواب شمایم. آقای یگید یگید خاموش نیست، با آقای مامور جواب ده. خدایا چرا خاموش است؟ نمیدونم آخر. گوش کنید، حاضر عقد نکاح را قطع میکنم. زود باش جورا جون، بازیچه اینها نشو. آقای یگید جواب میدهید یا نه؟ ببخشید. بله قبول کردم. و کجا برادر؟ بدرون دور شو از نظرم. تو کیستی؟ چی میخوایی؟ من باید بدرون درویم. چی شد برادر؟ در درون من چیکار باید داری؟ درویم. سردارم در درون است. کمیسر در درون است. من باید درویم. سر این مرا. یوری تاکیده رو چه زنید؟ یوری تاکیده رو چه زنید؟ یگید چی واقعه شد اما؟ بیشتر از ماشین رو واقعه داد. رفتن در کار با من یوریده. آرام باشه تمام. آرام باشه. هیچ گپ نی. باقی مال خونه میره. آرام باش. آرام باشه. مالش بیا. اول با بیم بیا. شین. آرام باش. آیسته تر. تستر. البته به بیمارخانه میرویم امک. دیامان بیمارخانه را حیات پسرم در خطر است. حالتون خوب نیست، زخم دار خانه عهد و نکاح در عمرانی است. زود باش. با اجازت سردار ریاست منطقه که مرا وظیفه دار کرده است، در حضور شاهدان عقد نکاح شما را اعلان کرده. شما را تبریک میگویم. پایش با این حجت عقد نکاح شماست. او را با شخصی که قابلیت خوبی محافظت کردن دارد و خانم ملکه میسپارم. مبارک شود. مبارک شود. برادر التماس مرا گوش کنید. حیات داماد در خطر است. اکا با خدا قسم سلاح به دست در درون. مرا گوش کن. شوخی میکنی؟ در درون است میگویم. با دو چشمان خودم دیدم. مراد لبایکا تو اینجا ایست. خوب شده است. زودتر باشید. با تو خوشبختی میخوام. مبارک شما. جناب یک گپی میگم. خدا وقتش نیست. تبریک خدا میکنم. نرسون. مبارک شود. به شما هم نصیب گردان. آمین. جناب در بیرون یک مرد میگوید که در درون یک مرد اصلاح به دست آمده است. دروغ میگوید. میخواد که از داماد شیرین کام گیرد. او را دور کنید از اینجا. خوب شده جناب. الهی خوشبخت شوید. تشکر. خدایا خیلی زحمت شده. خداوند شما را از چشم بد نگه دارد. خدا به شما هم نصیب گردد. جورا جان این چه هفته اندام است؟ در توی میباشی یا که در جنازه؟
انشالله هر دویتون همیشه جاویدانه یکجا باشید جناب. تیزتر زودتر تیز باش میگویم. چقدر تیزتر؟ از این تیزتر نمیشود. با سرعتی بلند رفته ایستادیم. تلفن رو ده. تلفن را. دیوید امک. الله صاحبه در کجایی؟ من هم با خونه عهد و نگاه میرم. در آنجا با میخوریم. تستر را. اکا جان نمیرم. با کجا؟ اکا صبر کنید. آخر تیموس برو گوش کنید. هر در سیلابات هستی است. آخر راز میگویم اکا. این مرا سردی میگویم. مبارک شود. آفرین. یک طرف است بفهمم. یک طرف بگویم نمیفهمید. یک طرف است. اما بازم یک طرف است. این توی رو با ما تبدیل میدیم. زمین. ملکه. چرا؟ یکی. لوری تاجینی رو چه خاله زودتر. نترس فاده. اما یک طرف زود باشه. لوری تاجینی رو زود چه خاله. او را دستگیر کنید. یکی چشمت را بشو. یکی صاحبان داماد را پروندم. لعنت به تو بر این نابکار. آخر من چیکار کنم؟ خودش را پیش تیر دیدم جانم دیدم. ایست پلیس. مرده است. زنده با ما لازم بود. رفتیم این او را میکوبیم. اکا کارها بد. او سلاح دارد. در موندیم. خیلی او با کجا رفت؟ ایست پلیس. اکا سردار زن بزنید. با من ده. خوب شده سردار. یکم کار کنه داخل التجا میکنم. یکی برو کودک را به خانه ما ببر. خوب شده سفر. تیموس آخر یکم کار یاری تجلی را جیغ یاری ترگیلی در راه است. همین زمان باید رسد. اکا ایگی تو باید زنده باشی. التجا چشمت رو کشو. التجا میکنم چشمت رو کشو. زودتر باشه. خدایا. سرکمیسر از دستم کاری ناومد. آخر یکم که از در کمک کنه. رنا این رو با من تیز. چرا کیفته با زخم زیر رو
آخر دکتر رو چیخ زودتر آخری نمیرد. اون به شرفی پایید رو دیدم، خبر داده بودم اما محافظان با من راه ندادن. چیکار یعنی؟ شخص سلاح به دست رو دیدی؟ بله دوره، اما نجیب سردار از پس او رفت. التماس نامو التجا میکنم یگان کس یاری التجا میکنم یگان کار کنه داخل. آخر کجا شد یاری تجیب حتی کجا؟ در جیغ زنی داخل. اکا سردار آمد. ثابت زودتر به درون درایم. سردار با گمانم که دیر کردم حادثه روی داده است. یگید بابا یگان واقعه روی داد. نمیدونم سردار. سردار شما زخم دارید، احوالتون چی خیر؟ میدانم باید پسرم را بینم. یگید یاری تجیبیتون به فکرم نمیآید. ما خودمون باید رو ببینیم. نمیشود انتظار اپر نمیبینید خود رفته ایستاده است آخر. رفت زودتر ماشین رو تیار کن. مایلاش زودتر بردارید. ایسک از جایش نجنبانید. چیکار میکنید شما؟ نمیبینید به مرده ایستاده است. چه مردنش رو همین خیلی نگاه کرده میایستید آخر بردارید زودتر بردارید آخر دست رو میبرید. تو کاردار نشو. ما خودمون میبریم. میبرداریم آیسته بردارید. احتیاط کنید. بردارید آهسته. احتیاط کنید. سرش رو دارید. آهسته. طاقت کنید. آهسته. با دقت باشید. زودتر. آهسته. احتیاط کنید. آهسته آخر احتیاط کنید. یازیزی بودن. یگید پسرم زخمی شده است. ثابت او را پراندن. آهسته خدایا. مرا سردید رهام کنید. سردار خودتون رو نگه دارید سردار. دیر موندم. پسرم را پراندن. ماشین رو تستر رو. سردار های کن زودتر. سردار سلاحات را پرتا گفتم نباشد به پیشانی تیر میخوری. مورلاتی مرده است. سزای بد کردارم این. زودتر احتیاط کنید. زودتر آهسته با ماشین در آهسته. یکی تو ملیکه تو از این طرف رفت. طاقت کن یکی. آهسته. خیری زودتر خیری زودتر. های کن زودتر. یگید در کجاست؟ با او چی شد؟ او در کجاست؟ به مرخانه بردن. حالا شکل بود؟ نمیدونم. نیازی کسی به اینجا نزدیک نشود. همه جای ها را کنج به کنج میکوبی. اطاعت سردار. ممدو تو در اینجا ایست. کنی بین ثبت کامرا است یا نه؟ اطاعت سردار. کسی که این کار انجام داده است را حتما میابیم.
زودتر زودتر خیر التماس زودتر رام زودتر. باشه آپا جون حاضر میرسیم. غم نخورید با سرکمیزن هیچ چیز نمیشود. چشمت رو کشو یکی التماس چشمت رو کشو نمون یکی چشمت رو کشو التماس زودتر رام گفتم کس رو زیر کن نمیفهمی. چشمت رو کشو باهوشو یکی باهوشو یکی ملیکه باهوش آمد. خدایا مرا نشدم زودتر خیری زودتر کمو خاطر نشوید یمه جان حاضر میرسیم. یکی کمی تر خیری بازی میرسن یکی نمور به تو زندگی کرده نمیتوانم یکی زودتر خیری زودتر. خدایا رنم میمیرد ثابتکه رئیس چی شده است؟ نمیدونم زخم برداشت است. تو ماشین رو هی کن. با بیمارستان میبریم؟ نه با قرارگاه خودمان. مایلش مرا گوش کنید. سردار را آورده ایستادم. زخمی است. همه رو زود تیار کنید. با طبیبان هم خبر دهید. تو نسبت این کار چه فکر داری؟ که این کار کرده باشم؟ آرام باش نظیر سردار. برای چه آرام باشم؟ بگو برای چه آرام باشم؟ مثل شما هم برادری ما میباشم. امیتاب آیا میدانید که او را به کجا رساندن؟ برادرتان بوده است. چی؟ این سکایت را گرفته دف شو. تو چی گفته نداره خودت نمیدانی؟ جوابی را البته میدی. فهمیدی؟ جوابی را البته میدی. فهمیدی؟ آخان لبای سردار تو کودکان را گرفته به خانه بر. تا سردار سردارم بیمار خونه می روید. بله ما رو بخبر نمانید. میلش به تو زنگ میزنم. خدا مددگار مرحمت شینید. یاری دهید. یکی التماس طاقت کن یکی آهسته با او چی شده؟ را پروندم. یکی طاقت کن احتیاط کنید. زودتر را نجات دهید. زودتر آهسته احتیاط کنید. راه کشوید. زودتر یکی طاقت کن یکی التجا میکنم طاقت کن یکی خدایا زودتر از همیش اول گذرانیده. نه آقای دکتر در معده‌اش تیر است بسیار خون رفته است. یک دقیقه اجازه ده گذاریم. آقای دکتر التماس را نجات دهید التجا میکنم ببخشید باید تشخیص کنیم. ملیک آرام شد یکی همش از برای من شده جانش رو به خطر گذاشت خودش رو به من سپار کرد رنا نجات مییابد ملیکه البته نجات مییابد مردوین گریخته است. احمقها اینقدر آدمی بسیار بودید. همه‌تان احمقید. همه‌تان جواب این را میدهید. حالا باشد از نظرم دور شوید. چشمم شما را نبیند. چی شده از جناب؟ از دست آدم های نابکار تو مرد ایوین گریخته است. میفهمی؟ مرد ایوین گریخته است؟ چه خیل شد؟ از من چی میپرسی؟ کاری شدگی شد. جناب در توی ناخوشی رخ داد. چه خیل ناخوشی؟ یگیت برای ملیکه خودش را فدا کرد. تو چی ها میگویی؟ او مرد؟ نه زخمی شده است. حالا معلوم نه چه خیل بودنش. نقش امان عملی نشد. اکنون چی کار میکنیم؟ جناب مهم نیست. اگر یگید وفات کنن مرد ایوین را یافته خودمان میکشیم. اگر یگید زنده ماند طبق نقشه کشیده امان یگید مرد ایوین را میکشد. از عهده یک کار نبر آمدید. باز نیت دارید که دولت را گیرید. چی کار میکنید کردن گیرید. رانا چی خبر است؟
در جراحی میباشد اکای نجیب. طبیبون چی گفتن؟ هیچ چیز نمیگویند. همشیره حالش چه خیلی است؟ نجات مییابد. نگران نباشید، دکتر هرچی از دستش میآید میکند. التماس او را نجات دهید. نباید میرد. خودش را برای من فدا کرد. شما رو میفهمم، رفتنم در کن. زاری میکنم با یکیت مدد زاری و تمام میکنم که زنده مونم. احوالش چی خیل دکتر؟ سرش زر خورده است اما ضرر ندارد. خواطر نشوید، احوالش خوب میشود. سردار مرا میشنوید؟ یگید پسر ثابت و چی خیل است؟ در بیمارخانه است. در آنجا یک آدم خودی است. از جراحی که برآمد به ما زنگ میزند. تلفن زودتر تلفن کن. فهم چی خیل است؟ کمال من ثابت. یکی چی خیل شد؟ اکا تول در جراحی است. یک همشیره برآمد. یک چیز هم نگفت. با فکرم که حالش خوب نیست. در کدام بیمارخانه اید؟ در بیمارخانه دولتی عمرانیا. مایلش تو آنجا باش. اطاعت. سردار چی گفت؟ تا حال در جراحی است. راست همشیره خوب است میگوید. راستش رو گوی. و چی خیل است؟ انشالله که خوب میشود سردار. خدایا نه پسرم را یافته بودم که این حادثه شد. زاری تولع میکنم این درد را از من دور کن. جانم را به جای او جان مرا گیر خدایا. انشالله هر دویتان شفا میابید و خدا خواهد هم دیگر رو میبینید. کمی صبر کنید. مردوین خدا میداند در کجا پنهان شده است. او را با یگید و میخورانیم، غمش را نخورید. البته از پس او میشود. اگر یگید زنده ماند در آید. بدیدنی تو آمدم ندیدم روم گل ز باغ وصل تو نچیدم روم نچیدم روم. تو دیوانه شده ای کایا. ما همه غمگین و تو باشی شادی و خرسندی داری. فهمم تا ما هم کیف و صفا کنیم. چطور شادی نکنم؟ چطور خرسندی نکنم جناب؟ آیا ازمیر را دیدید؟ همه‌اش را گفتم. همه به میدان جنگ تبدیل یافت. حالا باشد با بهانه ای که گویا حجره های محبس خانه خورد شده است همه را فتنه می اندازیم. کودکان نورسان را به کوچه برآورده محافظان امنیت را سنگ باران میکنیم. در استانبول باشد اتوبوس ها را میسوزانیم. دوامش را میخواهم. دوام میدیم. میکنند جناب میکنند. آن حقوق هایی که دولت به شهروندان میدین با فتنه پیش روی همش را میگیریم. بله. نباید که خلق از حکومت دموکرات طلب کند. نه در تلویزیون ها، نه هویت شیعه ها، نه حجاب و صدر و نه آزادی دین. 3-4 کوهستانی از کو آمدند که طلب دموکراتی را دارند. آنها را نابود کردند در کار. وقتی که سخن آید دموکراتی رفت خوب دقت دهید. در عقل انسان ها نباید آزادی آید. باید آنها را فهمانیم که اینها جاهلان هستند که انقلاب کردنی اند. کی میتواند پیش راه ما را بگیرد؟ آن نیزارش نشان میدیم. این فتنه تا اختیارشان از دست رفتن باید دوام کند. کمی در گوش ملتیون گپایی راست و دروغی کردان را میگوییم. ناقل بمب رو آتش زده آهسته آهسته راست به هدف میرسیم. اما من تا حال صدای بمب را نشنیدم. جناب به شما توصیه میدیم که این روزها از خانه‌تون بیرون نبرایید. این ترکش با شدت میشود. نقشه های چیزی باشد به ما هم فهمان. نقطه به نقطه.
این انقلاب کردان برای ما امکانیت آخرین است. های جناب، های در حال تیاریم را میبینم. مطمئن باشد که در حضور شما بهترین نقشه های خود را پیشنهاد میکنم. منتظر نقشه تو میباشم. حالا باشد میتوانی بروی. به دیدنی تو آمدم ای ندیدم میروم. جناب من هم اجازه دهید. کارم بسیار است. به فکرم حالش خیلی بد است. بینید یگان خبری نیست. انشالله صحت می شود ملکه. غم نخور. همش عیب من است. خودت رو عیب دار نکن. کاری شدگی شد. تو میدونی که یکی تو رو خیلی دوست می داشت. مگر برای دوست داشتت تو جونت رو فدا نمی کردی؟ یک فکر کن ملکه. یگان چیزی افتید نجیب که این کار رو کرد. آن شخص کیم چی گفته داد زد؟ کی هستند آنها؟ نمیدانم زنک. کافته میابیم. به من اجازه ده. نجیب سردار زنگ زده ایستاده است. گپ زن. لبای سردار نجیب. با فکرم خبردار هستید. شنیدم. بسیار غمگین شدیم. خدا با یگید شفا دهد. قاتل پیش از مردنش این کارو به نام یکت میکنم گفت. از این هم خبر دارید؟ سردار با قاتل یگید نامی مرا هم دادن. گمانم راست برآمد. میدونم این کار شما نیست، اما من دیوانه شدم. اگر من دیوانه شوم سردارتان هم شاید که دیوانه شود. این راه هم دانسته گیرید. ما یگان کار نکرده ایم. چرا تو حال با من باور نمیکنید؟ دوست جانی هم در پیش چشمانم جان داده ایستاده است. تیارم که جان یگان کس را گیرم. یگان خبر را دانید به من حتما گوید. نباشد کار رنگ دیگر میگیرد. با تو باید واخریم نجیب سردار. فهماندنی های زیاد دارم. مسئله های مهم. بعضی حقیقت ها را باید دانی. گوش کن. من از این مسئله های مهم شما سر شدم آقای ثابت. چیزی که نگوید دیگر فایده ندارد. زیرا که از باوری برآمده اید. شما را میدونید از باوری برآمده اید. الو نجیب سردار. تلفن رو خاموش کرد. سردار شما چیکار میکنید؟ اگر خانه میروم. پسرم رو میبینم. هرگز پیش روی مرا نگذارید. سردار یک دقیقه ایستید. صبر باز چه شد؟ سردار شما را عقل نشان دادنی نیستم اما ما را گوش کنید. آنجا عینی حال خطرناک است. پسگار میخواهد که شما با یگید واخورید. آن وقت هم خودتان را و هم یگید را زیر خطر در اینجا نشستم خبر مرگ پسرم را انتظار شوم. اون نمیمیرد. با من باور کنید نمیمیرد. پسر شما با قوت است. من باید او را ببینم. سردار نباشد همه یک جا میرویم. شما را تنها نمیگذاریم. همیشه یک جا باید باشیم. باید انتظار شویم تا که از جراحی براید. آن وقت چاره میجوییم. انا بعد به شما وعده میدهم که یگید رو میبینید. چی خبر های نو سردارم؟ طبیبان چی گفتند؟ انتظار شوید گفتن مندو انتظار شوید. تو یگان چیز یافتی؟ قاتل را کشتگی شخص ورا ناموده می بوده است. خلاصه با این کار علاقمندی دارد سردارم. پیکاس؟ یک وقت مبادله ارز داشت. شریک بودند. خوب انشالله تقدیرش هم یک می شود. یگید خوب شود پرونده پیکاس رو در حال با آخر می رسانیم. پرونده پیکاس رو با آخر می رسانیم و پرونده این شرمنده چی می شود سردار؟ این موریافی باز شرم نکرده خود رو با گریه و نولا می اندازد. زنده آروم شو. حالا شما خرسند هستی نه؟ جوره هم مرده ایستاده است. برای کی؟ برای تو؟ خرسند هستی؟ ها خرسند هستی؟ ممدوح با تو چی شد؟ دیوانگی نکن. ممدوح آرام شو. عیب ملکه در چی است پسرم؟ اگر روسیه تو سلامت نبراید بعد تو رو میدونی چیکار میکنم؟ ممدو آرام شو ممدو. اگر رفیق تو باشد شوهری او میشود. ملکه یگان عیب ندارد. چی مگر او یگیت را پرو؟ چی رو میدونی رنا؟ آرام باش. رانا تو ممدو را گرفته یک سر رو گشت کنید.
رفته ممدو زیق نشو راه گرد از غم بسیار چی گفتنت رو نمیدونی تو چی کار کرده ایستاده ای؟ از روزی اول این دختری بیچاره رو بد میبینی همه ای کار خدایا پروردگار برای چی؟ التماس آرام شوید. عذر. هممون در اونجا بودیم دیدیم یگید خودش رو زیر خطر گذاشت برای زنی دوست داشتش در این واقع تو ملیکه رو گناهگار نکن گوش کن رانو بسیار کارهایی هست که تو بخبری چی کارها بوده است چرا نمیدونستم به هر حال یک طرف گذاریم این خیلی نمیشود گپ رو سر کردیم تا آخرش بگوی چرا این دختر رو گناهگار میکنی کنی بگوی همش رو بگوی میدونی این ملیکه ممدو لبای سردارم با شما گفتم که کمی سیر و گشت کنید نگفتم که جنجال کنید ممدو چیزی گفتنی بود سردارم انتظارم ممدو یگان چیزی گفتنی ندارد همینطور نمیمدو خودش چی گپ سردارم شما چی رو از من پنهان میکنید کمی اعصاب‌های ممدو رو ویران کردیم بنابراین چی گفتنشون نمیداند هیچ باوریم نمیآید بس کن ملیکه جانم گریه نکن همون غمگینی برای ممدوح این آسان نیست که دوستی دیرینش را در این حال بینه ممدو چیزی که گوید حق دارد پیهونر تا امروز مرا کسی مثل او دوست نداشته بود حالا باشد او را از دست میدیم همه‌اش عیب من است عیب من احوالش چیه دکتر؟ زخمش آنقدر وزنی نبوده است. تیر را برآوردیم. امشب استراحت کند، پگاه به خانه‌اش می‌رود. نگران نباشید. یگید از پیشتر دیده خوبتر می‌شود. این یگی تیمور شیر است. با او تیر هم تأثیر کرده نمیتواند. برای هممون خوشبختی است. به خدا شکر که نجات یافت. خیلی ترسیدم پیهونر اگر با او یگان حادثه میشد خیریت که نشد دیگرش را فکر نکن التماس اجازه دهید گذاریم یگید برای من شده خودت رو فدا کردی منی دیوانه چطور اینقدر مهر و محبتی تو رو نفهمیدم عشق اصلی تو رو نفهمیدم التماس مرا ببخش خانم وقتی که بیمار خوب شد پس گپ میزنید التماس یک دقیقه دیگر صبر کنید ملیکه من همشیره کارش انجام دیم ملیکه این مسئله رو زودتر حل کنید سردار از بیمار خونه کمال زنگ زده است الهی خبر خوش باشد گپ زن کمال بله بها آها خدا را شکر خبری خوش یگید صحت و سلامت است سردار به تو شکر میگویم خدایا استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با دو حرف ج جایزه و جهاد حجو نگارانی تاجیک از قبیلی غریبشا کمپانیا خندین کمان شکرخند آچه زیکه و بیکه کیفولا و مستولا عربشو کمپانیا همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعت 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند در مهمانی سرایندهان نیز دعوت شدند
غالب یا صاحب ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللهیف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 همصدای دل شما. شکر خدا یگید نجات او نجات یافت، اما او را به این حال گرفتار کردگی شخصان باید بمیرد سردار. گفم را از دهانم گرفتی. بیا میرویم. ممدو با کجا میروید؟ کارمان است. قطر را یافتید. دانسته گرفت که من هم از پای این کارم. ما او را به جزا نمیگذاریم. یگان ترشان را به جزا نمیگذاریم. حالا باشد رفتنم لازم. گذارید. شکر خدا نجات یافته است. لبای سردار همه بچه ها را جمع کن. در دفتر پیکاس با میخوریم. دفتر کاری پیکاس؟ بله، پیکاس را دستگیر میکنیم. در حال برایید. اطاعت سردار. سرجم شوید، با عملیات میرویم. حتما این نوبکار را هم دستگیر میکنیم سردار. وعده میدیم که من او را او همه رو در قفس نگاه میدارد، لیکن حالا باشد خودش درون قفس میدراید. کو ببینیم وقتی که ما رو بینه چیکار میکنه. نه، با آقای زکی یحیی هم خبر ده. زودتر بچه‌ها، زودتر. کجا میرویم؟ با دفتر کاری پیکاس. در آنجا وا میخوریم. سردار ما تیاریم، براه میبرایم. رفتیم. چی آوردی؟ خوراک آوردم. مایلش گذر. با شما خوراک آوردم. نمیخواهم. پسرم تو با کدام رویت به اینجا میایی؟ شما به خوبی هم نمیارزید. موش بچه کن از اینجا دفشم وگرنه تو رو میکشم. ملکه خانم ملکه کدام شمایید؟ منم ملکه. بیمار به گپ در آمد. اول نام شما رو بگید. اجازت میدهید که او را بینم؟ التماس وعده میدهم که بسیار کنید. ما از نکاح به اینجا آمدیم، نه خانه دار شدن. التماس مایلش اما دکتر نبیند. من به شما لباس میورم. این خیلی در اومدن نمیتوانم. به هوش آمده است.
همه جا پر از محافظتگران. بفرمایید آقای مأمور کلاسیم. ممدو تو یکون بر سگی رو که سخن میگوید دیدی؟ ҳавои ин ҷо бисёр бадбӯй аст сардор. ин ҷоро тоза кардан лозим. اجازتنامه درآمدن دارید؟ راستی که من در یک سال 3 هفته اجازه دارم آن را در اینجا صرف نمی کنم. بچه ها را گرفته سیر کنیم. چکل می شد مندو؟ ба худо аҷоиб мешавад сардорам. ман ҳам иҷозат дорам, ҳатто аз оғои додситон. آمده ایم که قبیله شاهین را دستگیر کنیم. بگو بیرون برایت. حالا نیست. از این پنجره کی نگاه دارد؟ سرابیو نیست؟ به جناب خبر دهید که ماموران آمدند. خطا کردند. خوب شده است. اگر نجیب علمز گوید بسیار خرسند می شود. خوش آمدی نجیب. جناب پلیس ها آمدند شما را میپرسند. دیدم. یک زمانی از درت فقیر رو پیش کرده بودی اما اون جوان با شرف بود به یاد داری؟ بسیار آدمان را پیش کردم در خاطر ندارم. آرام باش من از آنها نیستم. سیب میخوری؟ از این عزت دست نمیکشم. نباشه تستر رفتن در کار. هیچ گپ نی عمر رو میشنود. حس میکند پدرش رو. تا او رو نبینم راحت نمیشوم. یک پاره دیگر باقی مانده شد در شعبه من دوام میدیم. سبب جنایتی صادر کرده؟ کدام جنایت؟ одаме ки дар хонаи ақди никоҳ террористро куштааст бурал каҷмаз ҳамкори пешинаи шумо будааст. در عالم تجارت آدمی باورناک شدن جنایت است. دوستی پیشینم یک مدت کار کردیم بعد نافهمی شد جدا شدیم. سالهاست که ندیدم. چی میترسی؟ نه فقط دانستن میخواهم. امینم که سبب این راه هم یکی دانستن میخواهد. اگر فهمد که قاتلش دوستی پیشینه تو بوده است در اوسیت میشود. من بعد یک چند ساعت برمیگردم. بیاید رفتیم. مرحمت پیش گذارید. جناب به دادستان خبر دهیم. در کار نه. بیهوده همه را خواطر نکنید. марҳамат оғои кубилай. وقتی که سوار میشوی سرت را احتیاط کن. خدا نگاه دارد یگان بلا نشود. باز رفتیم بچه ها. گریه نکن. همه‌اش گذشت. همه‌اش خوب است.
خیلی ترسیدم. با تو یگان حادثه میشه بعد گفته ترسیدم. مامان با تو یگان چیز نشده است. مهمش همین است. بله جانکم تو رو هرگز تو خودت رو برای من سپار کردی. من تو برای من این کار را نمیکرده. میکردم اما من گمان نمیکردم که تو برای اینقدر دوست میداری. انسان برای دوست داشتهش اگر جانش را فدا نکند آن جان یگان ارزشی ندارد. برای تو همیشه جانم را فدا میکنم. خیلی نگی. هزار جان داشته باشم همش فدای یک تبسم تو باد. با تو چی شد جانکم؟ خیلی سخت درد میکند. نه همش خوب است. دکتر چه گفت؟ پگاه یا روز دیگر جواب میدهند. اکای نجیب در کجاست؟ در اینجا بودند بر اومدند. آن قاتل چه شد؟ کشته شد. قاتل تو را داشتند. اکته جوابش را البته میدهد. این گپ رو من التماس گوش کن. به تو چی میگویم؟ وقتی که صحت شوی از اینجا یک چند مدت میرویم استراحت میکنیم. حتی شاید دیگر بر نمیگردیم در یک جای دیگر زندگی میکنیم. چی گفتی؟ نمیشود. من نمیگذارم که او را زنده مانند. به هر حال نترس. دیگر یگان چیز یگان کس به ما تهدید کرده نمیتواند. دیگر ما را از هم جدا کرده نمیتواند. هیچگاه. خانم ملیکا التماس بیمار رو خسته نکنید. من چقدر احمق بودم، چقدر کور بودم. چرا محبت یگیت رو نفهمیدم؟ ملیکا یگیت چخیر؟ خوب است، بسیار خوب است پای هنر. انشالله اکای نجیب اون نوبکا رو میابند و سرش رو میبرند. آدمانی کی بوده است؟ یگیت یگان گپ گفت؟ نه نگفت پای هنر نگفت. مرا گوش کن. میموری گفتم لباس عروسیت باشد کفنت میشود ملیکا. تو را آخرین بار پیش از مردنت دیدن میخواهم. من میروم. یگیت رو پرتافته به کجا میروی؟ لباسم رو عوض کرده میآیم. باز برای یگیت از خانه لباس میآورم. اگر خواهی همراهت روم. لازم نیست رانو، تو اینجا مون. من زود رفته میآیم. مایلش.
یعنی گپی مهمی گفتگیت همین بوده است. همش رو میدونستی لیکن به من نگفتی. حالا این سایه من به تو نشان میدیم. تاکسی. سلام، خوب است؟ خوب است سردارم، شکر خدا خوب است. یورال کجماز به جنایت‌های زخمی کردن، به یغما بردن، تهدید، اغوا دست داده است. 2 ماه پیش از محبس برآمده است. معلوم که آقای کوبیلا انسان‌ها رو خوب نمی‌شناخته است. خدا نگاه دارد. این گونه انسان‌ها شما رو برای بد میبرند. بسیار نصیحت کردم اما گوش نکرد. از کجا میشناسید؟ چند سال پیش نزدم آمد. در کاری تجارت همکاری میجوست. دیدم که کاری منفعتناک. من هم راضی شدم. از آنجا میشناسمش. بعد یگان مراتب هم وا نخوردید؟ 1 سال شد که از همکاری دست کشیدم. بعد یگان مراتب وا نخوردیم. آن روز در خانه بخت بودنش را نمیدانستم. تماما بیخبر بودم. با او یگان همکاری هم ندارم. مرا گوش کن. پیکاس هستی، میکاس هستی، کسی که نباشی. این دفعه چیزی که نگویی به تو باور نمیکنم. نابود شده میروی. همه چیز را آشکارا نقل کن. یک جایه این نقشه را کشیدید؟ من از یگان حادثه خبردار نیستم. از حد گذرانده پیکاس. من برادرم یگیت را مثل جان و دلم دوست می‌دارم. برای چی این خیل کار را دوام دهم؟ مقصد اساسیت ملکه را کشتن بود. اما یگیت جوان مردی نشان داده. نقشه های شما را برباد داد. من مرگ یگان کس را نمیخواهم. اینها همش فکرای احمقی اند. میتوانستم حقوق خاموش دادن را استفاده برده گپ نمیزدم. همش از روی حرمت. وای من نکن. از حد گذراندی. وقت کم ماند پیکاس. خوب فکر کن. تو دارم اینجا ایست، نظارت کن. اطاعت. این آدم کیست رنا؟ نمیدونم، او رو باری اول میبینم. پسرم، چرا با تو چنین کردند؟ با شما که میشود آمد؟ یکی از نزدیکانم، پیریفونی هم یادش کردم. یک اجازتی ثواب میگیری ها؟ البته آمد، لیکن دور و دراز نشود. اول ما رو پراندن، حالا باشد تو رو. چشمت رو باز کن، چشمت رو باز کن، از خوابت خیز، بیدار شو. سلام. شکر خدا که نجات یافت. یگیت رو میشناسید؟ نه آشنا شدیم، اما یکدیگر را دوست می‌داریم. طبیب چی گفت؟ صحت میشود. پسرم، تو را هرگز تنها نمیمانم. ببخشید چی گفتید؟ سردار اگر رویم بسیار خوب میشود. یگان کس آمدنش ممکن. مایلش. نشونیده. جواب ده به سوالها. یک جای نقشه کشیدید. با شما میگویم که خیلی شد او را ندیدم. اما در تلفن گپ زده اید. انس، ثبتا در اینجا. بوم. انا وقتت رسید. تیاره افتید. دودش برآمد برای آنکه
نشستی خطرناک کرد. خلبان 8 بار خطا کرد. ادوکت خود را میخواهم. میکشی مرا. تو همش رو میدونستی. پیش از نکاح قصد کشتن مرا میدونستی. اگر میدونستم با تو میگفتم. گبزن فرمانی کی بود؟ قاتلی که ته گفته است. با من باور کن. انسانی را که اجلش آمده باشد دروغ نمیگوید. پیکاس یا پیساگور کی بودنش را تو خوبتر میدونی سویا. با تو گفتم گبزن. وگرنه چرا ما را با خبر کردی؟ ایانو با یون گفته نمیتوانستی. ترسونچک. آفرین. من ترسونچک بودم تو نه همین خیل. پس تفنگت را گذار. به خدا قسم میپرونم. تو حال نفهمیدی ملیکه. من تو را آگاه نکردم. مسئله شخصی هم بود. از آن روزی که یگید را به شوهر قبول کردی برای من حکم مرده را داری ملیکه. ملیکه این سوال را یک سو گذار. شکر کن که در قید حیات هستی. مهمش همین است. شوهرت هم از دم مرگ نجات یافت. باز چی میخواهی؟ هرگز نام یکیت رو به زبان نگیر. فهمیدی؟ دیگر هرگز به زبان نگیر. تمام دوستان و نزدیکانم قصد جانی من را کردند. او باشد جانی خود را برای من شده به خطر انداخت. وای وای وای. چی شد؟ جاسوسی هر دویمان وقتی که لباس عروسی را پوشید به شاهزاده بانوی بیگناه تبدیل یافت؟ یا اینکه در حقیقت عاشق یگید شدی؟ حرامی دوریه. پس عشق حقیقی آغاز می‌یابد. با من راستش رو گوی. این فرمان را از که گرفتی؟ وقتی که یگید خودش را پیش تیر ماند تو با او دل بای دادی. وای وای. من به همتون سوی قصد را نشان میدهم. فهمیده؟ نشان میدهم. ملیکه کشتنی باشی بکش. نباشد دشت از اینجا. دوستی محترم. دیگر من و تو دوست نیستیم سایه. تو فکر نکردی که شخصی که امروز قصد جان مرا کرده است فردا تو را میکشد؟ ملیکه با تو آخرین توصیه میدیم. اگر به نزد پیساگور یا اینکه پیکاس رفتنی باشی هرگز نرو. نباشد با پای خودت به سوی اجل میروی. تو برای آنها حکم مرده را داری. باور نمیکنی اما حالا برای تو از همه بهتر یگید. او را از دست نده. از او جدا نشو. یگانه دوست اکنون یگید است. او هم در آینده نزدیک همش را میفهمد. احتیاط کن. اکنون میتوانی بروی. با تو آخرین توصیه میدیم.
агар ба назди писагор ё ин ки Пикас рафтанӣ бошӣ, ҳаргиз нарав. Набошад ба пои худат ба сӯи аҷал меравӣ. Ту барои онҳо ҳукми мурдаро дорӣ. бовар намекунӣ, аммо ҳоло барои ту аз ҳама беҳтар йигит. ӯро аз даст надеҳ. аз ӯ ҷудо нашав. ягона дӯстадакун йигит аст. ин кори телефонро бисёр хуб каш кардед. шахсе суханони телефонро қайд мекунад ва шахсони баномус тӯҳмат мекунад бо воситаи телефон. ин кор мувофиқи қонун ҷазо дорад. ин хеле аҳмақӣ намешавад, Наҷиб Сардор. барои чӣ Кубилай дар амният суханони дурӯғ гуфт, оғои адвокат? дар зери фишори психологӣ. худаш қайд кард ки адвокат намехоҳад. оё дуруст аст оғои Кубилай? дар дафтар аз маъмурон хоҳиш кардам, аммо маро писанд накарданд. шунидед? ӯро маҷбур кардед. кори кардаи шумо аз чорчӯбаи қонун берун аст. маро гӯш кун, адвокат. ором бошед, Наҷиб Сардор. вакилам, тарзи дурусти баёнот ин гуна мешавад. марҳамат оғои Кубилай, имзо кунед. корамон тамом. ҳоло бо ин ҷанобони дағал худо ҳофиз гуфта меравем. Наҷиб Сардор, бо иҷозати шумо. рафиқи наздикам дар беморхона аст. ба аёдаташ меравам. боз дафтаратонро аз дурӯғ пур кардед. аммо рӯзе меояд ки он дафтаратон иваз мешавад. дар наздикии дӯкони гулфурӯшӣ аст, Наҷиб Сардор. ҳаст. дар тарафи чап баъд аз гардиш. барои ҷаноза гул сипориш дода будам. агар номи маро гӯӣ, барояд арзон мекунад. бисёр меҳрубонӣ. соя, ман беморхона ба аёдати йигит меравам. ту мисли нақшаи кашидаамон омода бош. йигит ин масъаларо намедонад. не, фикр мекунад ки икате кардааст. акнун вақти он омадааст ки бояд донад дар паси ин кор кист. майлаш, аз шумо интизори хабар мешавам. ҷаноб, нақшаи ман ин гуна мебошад. аввал ман ба қандил меравам. коре ки дар кӯҳ нима мондааст дар шаҳр ба охир мерасад. мефаҳмед, амалиёте ки аз тарафи гурӯҳи террористӣ анҷом ёфт бисёр хуб гузашт. агар одамҳоямон аз кӯҳ меомаданд, бо мо якҷо мешуданд. то вақте ки ин кор давом кардан гирад, дар шаҳрҳо террор идома меёбад. ба шумо ваъда медиҳам ки шаҳрҳои Истанбул, Измир, Адана, Мерсин ва Диёрбоқиро ба майдони ҷанг мубаддал мегардонем. нақшаи бисёр хуб. барои ман ва одамҳоям баъзе аз оилаҳое ки шаҳид шуданд кофист. инҳо медалҳои худро баргардонида зидди ҳукумат меистанд. пас адвокате ки бо бародарам дар Имралӣ вохӯрда буд, тӯҳматҳои росту дурӯғ илова карда ба сомониҳои интернетӣ пахш мекунем. агар дар кор шавад, Имралиро ҳам бекор намуда, гуноҳро ба адвокат бор мекунем. ҳамин тавр. яъне ки мо коре накардаем. ҷонаки ман. баъд ба ҳама нишон медиҳем ки ҳукумат бо Имралӣ ҳамкорӣ мекунад. амалиёте ки дар Измир зидди курдон кардем, дар дигар шаҳрҳои ғарби мамлакат ҳам мекунем. масалан, як автобусе ки пур аз одам бошад ва маҳз ба сабаби гап задан ба забони курдӣ якчанд курдро ба қатл мерасонем. ба хонаи полисҳо бошад, як гурӯҳ курдонро сафарбар карда торумор мекунем. дар ин ҳодиса полисон бо курдҳо рӯбарӯ мешаванд. барои фитна андохтан онҳоро таҳрик мекунем. фаҳмо, дар он ҷо полис ягон касро паронад ҳам мо муваффақ мешавем. бисёр хуб. хуб мешавад, ҷаноб. ки гуфтааст ки гӯшт аз нохун ҷудо намешавад? чӣ хеле ки набошад,
نه گوشت از ما نه ناخون. چی گمان میکنید باری اول است که از دست ملت کشیده میگیریم؟ ما سالهای دراز موفق شدیم که انسانها را دشمن خدا، پیغمبر، تاریخ و اجدادشان کنیم. چه دو برادر را بین خودشان دشمن کرده نمیتوانیم؟ میتوانیم. مقدسی همدیگر را فراموش کرده راه جداشوی را که سر کردند کار ما حل می شود. دوگانیک ها هم راه جداشوی دارند. خانم به خانه رفتید؟ کودکان چخیل؟ خوب، من یک یکی را دیده بد می آیم. این نقشه که اجرا شود برای انتخابات سال 2011 یک حکومت خوب ساخته بعداً با خواست خود رئیس جمهور را انتخاب میکنیم. برای چی ما در انتخابات اشتراک میکنیم؟ ما به این هم انتخاب میشویم. ما آید انتخابات 2011 و 2012 صحبت کرده در 2013 با انقلابچیان هیئت مخصوصی خود را تشکیل میدهیم. عزیزم حاضران، انقلاب حاضر زمان می شود اما انتخاب حاضر زمان نه. همین خیل نه؟ بعد اسلوب از طرف خلق انتخاب شدن رئیس جمهور را بیکار کرده رئیس جمهور نو را در مجلس عالی انتخاب میکنم. علاوه بر این یک کمیسیه حاضر زمان برای خودمان میسازیم. نامش باشد محافظت پیروی از سرقانون و جمهوریت میشود. مرا هم در این کمیسیه که تشکیل میکنید یگان وظیفه میدید؟ البته همین طوری تو را میتوانم سردار این کمیسیه کنم. مینی پیش از تصدیق قانون ها مقامات بالایی پیش از انتخاب سود عالی رئیسان شهر و ناحیه و اعضای وکیلان ملت را کمیسیه ما قرار میدهد. شما فهمیدید؟ به اجازت این کمیسیه یگان کس نامزدیش را ماندن نمیتواند. یعنی این مثل انقلاب حاضر زمان می باشد. باز علاوه بر این یک رئیس جمهور یافتن در کار. مثل من در دعوای صادق، روشنفکر، معاصر، با اخلاق، باطیناً و آدمی کاملا معاصر باشد. جناب پسگار، اگر اجازه دهید نامزدی من آید رئیس جمهور الگی تیار. با جان دل آقای حاضران، دستتان را دهید محترم رئیس جمهور بوسه کند. با عرض و سپاس. آقای حاضران به فکر من لایق این وظیفه می باشد. برای توجهتان تشکر زیاد. علاوه بر این با دوستان خارجی من یک دو مسئله را بررسی کردیم. مشکلات های حاضره ترکیه رو به دولت اسلامی و عثمانی آورده ایستاده است. این خیل شود ترکیه در آینده نزدیک مثل ایران، لبنان و سوریه می شود. برای همین علاقه آنها را به خارج تمام قطع کردن لازم. دوست عزیزم حاضران، نقشه هایی که تو از خارج تشکیل میکنی بسیار معقول، اما ما باید اقتدار را به دست خودمان گیریم. برای این به من آتش و تیر و تفنگ و خون لازم. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنی جو ایش چیز.
چراغ سبز روشن شد. کمر امنیت رو محکم بند. میترسم که یک سحر مثل جین از کوزه میبرایی. این جناب کیست؟ من مارتیوین، پدر ایگید. شما شوخی میکنید؟ پسرم در بیمارخانه باشد مگر جای شوخی است؟ حالا باز جایی که نمیشنویم. با یک جای آرام رویم، گپ‌های بسیار مهم است. چخیر سایه؟ اولی جناب، در سمکه چی است؟ لباس هایم، سلاح و در لباس تجهیزات خبررسان. یگید را چخیل میبرورین؟ با او باید فهمانم که این کاری ترکوچه است. در جاش نیستاده از بیمارخانه میگریزد. یگان کار میکنیم، یعنی در بالا یگان کس هست؟ ملکه در همین جا است. تجهیزات پیوست کنی را تو گیر. همه علاقه ها را پیوست میکنی. مارتیوین رو چخیل میوبیم؟ او کایها گم شده رفته است. یا او یگید را میابد یا اینکه یگید او را. به هر حال او نزد یگید میرود. از این سبب ما باید این تجهیزات را در بدن یگید جایگیر کرده از دنبال یگید شویم. پس یگید باید او را کشد. اگر نشود خودمان او را نابود میکنیم. فهمیدی؟ اکنون فهمیدم. بیا میدرویم. معلوم شد که آن خبر می آوردگی مشهور که ناهنگشته گفت شمایید؟ بله، گوش کن نجیب، ما با تو باوری داریم. اکنون فهمیدم که یکی از نزدیکان یگید می باشی، تو رو دوست می داره. مثل پیشینه دوست نیستیم. ما را جدا کردند. آنها جدا کردند. کاری که با من و پدرم کردن حالا باشد با پسرم میکنن. وقتی آمده است که او را از دست پیسگور و پیکاس نجات دهیم. من چندین وقت شد که با این کار مشغول می باشم. خبر دارد البته. یگید را به نهایت به خشم آورد. او به کارهای خودش باوری دارد. گمان میکند که برای وطن خدمت کرده ایستاده است. یگید از دنبال من نشو. گمان میکنن که من قاتل پدرش هستم. کار را آنها کرده، گناهش را به من حواله کردن. گمان میکنن که عملیاتی که در توی شده بود کار ماست. اوه یگید، برای چی با آنها پیوست شدی؟ تنها تو ما را یاری داده میتوانی نجیب. او را گرفته به نزد من بیا، یک جای همش را میفهمانم. باور میکند یگان چاره دیگر نیست. اگر من با او گویم که حالا تو را به نزد پدرت میبرم، در حیاتش باور نمیکند. در روزهای آخر چیزی که گویم به من باور نمیکند. تنها او را گرفته بیار، یگان سخن نزن. من خودم همش را میفهمم. در حقیقت پدر یگید بوده ای. یا خانه چه در درون جنگل. در این کاغذ چه خیلی آمدنش نوشته شده است. میاری او را نجیب سردار. من رو با فرزندم پیوست کن. نویافتم باز از دست ندیم. پسرم را از دستی اون احمقان نجات دهیم. بعدا میدیم که از دستم آمدگی کار انجام میدیم. از من انتظار خبر شوید. کم مانده است سردار. پیوست شدن با او نزدیک شده است. تشکر برادر. سلام آقای مأمور. بفرمایید.
من تقای یگیت هستم. برای عیادت آمدم. دکتر با خبر است. اگر لازم شود زنگ زنید. نه لازم نیست. نظارت کرده ایستاده‌ایم. تشکر زیاد. وای جانکی من. خیریت تو را سلامت میبینم. آهسته آهسته حالم خوب می شود، اما بستر بیماری جای من نیست. هر چه زودتر تو را در نزدمان دیدن میخواهم. یگان خبری نواست. از کی؟ این کاری کیست میدانه؟ ها این مسئله. بله میدانم که این کارو کی کرد. کی بوده است؟ به من بگو. آرام باش. شخصی که سرداری کتی است. او را میشناسی؟ این شخص سرداری کتی است. ترکوچو. این ترکوچو میشناسی؟ میخواست با من نزدیک شود. نه برای همین بوده است. ترکوچو، من گمان میکردم که تو انسان با شرفی. حمله که در توی شده بود همین مرد است. قاتل پدرت هم. قاتل پدرم هم همین آدم است مگر؟ باوری کامل دارم. همه را تفتیش کردیم. بین هر دویش یک خیل. وای رزیل بی ناموس. چه خیل من این را نفهمیدم. این مرد کارش را خوب میداند. یک لحظه غافل شدی تو را استفاده میکند دیگید. پیکاس او در اینجا چی کار میکند؟ خدایا. چی فکر میکنی؟ فکر میکنم که این بشرف را چه خیل پیدا کنم. یگان نشانیش هست پیکاس؟ نه، پنهان شده است. من البته او را میابم. وقتی که یافتم جزایش را میدهم. مردهش را باشد نزد پیسگار میپرتایم. نجوم پیکاس با من یاری ده پیکاس. از اینجا مرا برار پیکاس. ایست چیکار میکنی؟ در پسی در پلیس است. پیکاس من باید حتما او را پیدا کنم. یگید خودش چی گپ؟ هیچ چیز نیست. خدا صبر داد ملک خانم. با آسانی شفا یافت. خواهش میکنم برایت آقای کوبیلای. یگید باید استراحت کند. یگید تو چی کار میکنی؟ آقای کوبیلای را گسیل کنم. لازم نیست. خودش میرود. زحمت نکش یگید جان. من خودم میروم. باید استراحت کنی جانم. نه. حاضر یک دقیقه. من داروت رو میارم. حاضر. دو حجره پس در زیر میز برای تو یک سمکه گذاشتم. در درونش لباس و سلاح است. تشکر بتا. این چی؟ با آسانی برآمدن داروی بیهوش میکردگی. مکان خواهی را که یافتم در حال به تو زنگ میزنم. تشکر. به صبرانه انتظار میشوم پیکاس. همشیره سوزنی دستش برآمده است. من میروم. زود شفا یاب یگید. تشکر برای آمدنت پیکاس. از اینجا دف شو.
خدا شفا دهد. تشکر شمشیر. نمیارزد. این پسر اینقدر سالها تیز گذشت. بین در اینجا 4 ساله بود. اینش رو بین. اگر شما با او گپ زنید شاید با ما پیوست شود. آن وقت با قوت‌تر میشویم. کار پیسگار و پیکاس هم خاتمه مییابد. مرا فروختن بس نبود. باز پسرم را فریب کرده ایستادند. اینک همه یک جویم سردار. همه یک جا. وقتی که از در روی رو با آغوش میگیرم تا مردنش آزاد نمیکنم. 1 ثانیه هم باشد چشمم رو از اون نمیکنم. شاید برای شما عجایب باشد، اما پیرون ساله و سالهای جدایی دلم فکرم در اوست. نجیب سردار چیکار کرد؟ آیا گپ زده باشد؟ هدفت من بودم. میدونم که این کاری تو است. فرمون رو تو دادی. متاسفانه نافهمی شده ماند. این خیلی نافهمی ها می شود، اما روزی می شود که آن تیر جای خودش را می یابد. حاضر به بالو برآمده با یگیت میگویم که قاتل پدرش کی است. انا بعد میبینم تو چی کار میکنی. اگر یگید فهمد که تو چه خیر شیطان هستی، آن وقت میبینیم تو خودت چی کار میکنی. از اینجا زودتر برآمدنم در کار. اوه خوب میبینم که خیلی هم خوب شده. خیریت که شما آمدید سردارم. من در فکر آن بودم که کی مرا از اینجا میبرارد. بالایی سر و سیمه نشو. سحر تیر خوردن بگاه سیرگاش کردن خیلی میشود. من یک لحظه در آخر نقب روشنی را دیدم سردارم. روشنی دیده باشی بسیار خوب. بعض انسان ها یک چکوری سیاه میبینن. خیریت که این دفعه هم زنده ماندم. تو نمردی، این راست. اما انشالله که او مرده است. او کی سردارم؟ نفست با تو امر شر میکردگی. من تا اینکه او مرده نابود شود خودت را از او نجات ده. در هر یک قدم تو چاه میکند. آیا نمیبینی؟ چی ها میگوید سردارم؟ چی؟ تو فکر میکنی که چیکار کردنت را نمیدانم؟ من تا این تیر مهر و محبت قلبکی که بر وطن داری نیست و نابودش کند یگید. یعنی وطن را دوست نداریم؟ این دوستداری وطن نیست یگید. این منمنی است. این خود را قهرمان نشان دادن است. بس کن تلاشایی که گویا دنیا را تنها خودت نجات میدهی. از این جهت مثل یگیتی پیشینه بخیز. من کار خود را میدانم. در این راه با مردن هم راضیم. اما شما یگان چیز را تغییر داده میتوانید. نه هرگز. من البته میخوام که دنیا را نجات دهم، اما با مشورت دوستان و رفیقان حرکت کرده عمل می. من تنها با قانون کوشش میکنم که زندگی کنم. تا حد امکان عملی میکنم. خودت را به مال دنیا نده. زودتر دستت را کش. این بار وزین را بر دوش خود گرفتن نمیتوانی. بسیار کسان در تلاش این دنیا بودند. از یک طرف می ساختند و از طرف دیگر می مردند. سردارم شما اینجا شیرخانه آمدید؟ نه، با تو خبری آوردم. از کی؟ از ترکوچو. از ترکوچو؟ من به یگید همش رو میفهمونم. اگر من رو کشد هم با او همش رو میفهمونم. دیگر نمیتوانم. با یگید یگان سخن گفتن لازم نمی شود.
برای چی؟ برای آنکه تو کیهان مرده ای. مایکل او را از کجا یافتید؟ او مرا یافت. برای مسئله مهمی با تو گپ زدن میخواسته است. سراغش را دارید مگر؟ بله، در جیبم. این طرح باشد میرویم. نه، با این حالت نمیشود. خوب شوید با هم میرویم. خودم میبرم تو را. خوب شده سردارم. فردا صبح همش خوب میشود. آن این دیگر گپ. کمی گپ را گوش کردن در کار. چی شد؟ چی در داری؟ سردارم پایم را راست کنید. مالش حاضر درست میکنم. چی کار میکنی یکی؟ خودت را به دست گیر. میبخشید سردارم، اما ناکس قاتل پدرم است. قریب بود که ملکه را هم میکشت. اکنون نوبتی من است. از آنی که مرا کشته نتوانست پشیمان میشود. ایست، اینها همش دروغ میباشد. با من گوش کن. تو چرا در نزدیکیت نیستی؟ خب مایلش، از پای کارت شو. ببخشید سردارم، این امکانی آخرین برای یافتن قاتل است. بعد هر چی که خواهید با من کردن گرید. بسیار خوب. آقای نجیب، آقای نجیب، آقای نجیب، به خود بیایید. آقای نجیب. یاری دهید همشیره. چی شد؟ چی واقعیت؟ التماس یاری دهید. یگید از بیمارخانه برآمد. بسیار خوب، از پایش شوید. به کجایی که رود تعقیبش کنید. با دقت باشید. آقای نجیب التماس به هوش آید. آقای نجیب. کایو رو بیهوش کردند؟ یک چند دقیقه پیش. با من چی شد؟ آقای نجیب یگید گریخت. من در کجایم؟ آقای نجیب. آقای نجیب التماس به هوش آید. زودتر. اکنون عجلت میرسد ترکوچو. انتقام پدرم را حتما از تو میگیرم. تو قاتل رزیل را حتما به جهنم میفرستم. حتما.
خیریت در همین جا بوده است. ترکچو پسرم نهایت آمدی. خوش آمدی. تو را دیر باز انتظار بودم. برای آنکه با تو وقت زیادی را بیهوده صرف کردم پشیمانم. امشب جان تو را گرفته حتما آسوده می شوم. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک هم صدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیویی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند صفت پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید، بی‌طرفی را اختیار نکرده و تشکیلات ها یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید. مرکز پرودوسری همصدا تقدیم می کند. بори аввал дар тоҷикистон узвуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косаву биёр. чӣ очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания рафтем так точно. робии маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова. озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28